مطمئناً جنگ‌های آینده خیلی پیچیده تر از امروزه، هم به لحاظ تاکتیکی و هم به لحاظ فناوری. برای همین سرنوشت جنگ‌ها در سالهای آینده به اینها برمیگرده: پرنده‌های هدایت پذیر از راه دور که به اسم مختصر پهپادها شناخته میشن. سلام رفقا، به یه ویدیو دیگه از چنل جهان فکت خیلی خوش اومدید. از جمله تجهیزات پیشرفته عصر حاضر میتونیم به پهپادها اشاره کنیم. پهپادهایی که برد یا باخت کشورها رو در عرصه میدان تعیین میکنن. برای همین امروز قصد داریم به تاریخچه صنعت پهپادی کشور همسایه یعنی ترکیه بپردازیم. اینکه شرکت بایکار ترکیه تا چه حد در این صنعت پیشرفت داشته، چه نوع از پهپادایی رو تولید میکنه و اصلا میتونه در این حوزه رقیبی برای پهپادای ایران باشه یا نه. ناگفته نمونه که انتهای ویدیو یه مقایسه کلی از قدرت پهپادی ایران و ترکیه هم خواهیم داشت. پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. تاریخچه ساخت پهپاد در ترکیه به سال 1984 برمیگرده. طی این سال شرکت بایکار توسط ازدمیر بیرقدار در استانبول تأسیس شد و امروز هم توسط سلجوق و خلقوق بیرقدار مدیریت میشه و به یکی از تولید کننده های پیشرو پهپاد و هوش مصنوعی در ترکیه تبدیل شده. به طور کلی این شرکت ترکیه‌ای 4 نوع پهپاد تولید میکنه که کاربردهای نظامی، کشاورزی، جاسوسی، مخابراتی، امدادی و غیره دارن. طی چند دقیقه تمام اطلاعات این 4 تا پهپاد رو در اختیارتون قرار میدیم. اولین پهپاد بایکار بیرقدار مینی بود. یه پهپاد کوچیک میدانی با وزن 4.5 کیلوگرم و یه موتور الکتریکی که با باتری روشن و با دست پرتاب میشه. بیرقدار مینی حدود 10 تا 15 کیلومتر برد داره و میتونه تا 1 ساعت گشت زنی بکنه. تا الان جز ترکیه کشور قطر هم از این پهپادها خریداری کرده و استفاده میکنه. دومین پهپادی که ساخته شد بیرقدار یا همان پرچمدار TB2 بود. یه پهپاد رزمی که میتونه عملیات‌های رزمی انجام بده و تو ارتفاع متوسط پرواز داشته باشه. اما توسعه این نوع از پهپادها از کی شروع شد؟ ترکیه قبل اینکه به فکر تولید پهپادا باشه، برای شناسایی اعضای PKK در دل کوهستان‌های مرزی خودش از پهپادهای آمریکایی و اسرائیلی استفاده می‌کرد و زمانی که با ممنوعیت صادرات پهپاد توسط آمریکا مواجه شد، به فکر مونتاژ و ساخت پهپادهای ملی خودش افتاد و نخستین بار بیرقدار TB2 سال 2014 اولین آزمایش پروازی خودش رو با موفقیت تموم کرد و از 2015 هم تولید انبوه بیرقدار TB2 شروع شد. جالبه بدونین تا الان این پهپاد تو 5 تا از کشورهای دنیا استفاده شده. اولین بار سال 2019 علیه مواضع PKK در مرز عراق استفاده شد. همچنین دولت لیبی سال 2019 برای حمله به پایگاه هوایی ژنرال خلیفه حفتر از 3 تا بیرقدار استفاده کرد. فروش بیرقدار به این دو کشور محدود نشد و اردوغان سال 2019 6 فروند و سال 2021 24 فروند دیگه از این بیرقدارها رو به اوکراینی ها فروخت. البته با توجه به توانمندی بالای روس‌ها در حوزه پدافندی، بیشتر این پهپادها توسط روسیه ساقط شدند. سال 2020 زاکر حسنوف وزیر دفاع آذربایجان هم چند فروند از این پهپادها رو تحویل گرفت و تو جنگ قره باغ هم از اونها استفاده کرد. به عنوان مقصد پنجم هم بیرقدار همراه آنکا اس در عملیات سپر بهار به اهدافی تو سوریه حمله کردند. و جز این کشورها قطر 6 فروند، لهستان 24 فروند، مراکش هم 13 فروند از نوع بیرقدار TB2 خریدن و تحویل گرفتن. مشهورترین و کاربردی ترین پهپاد این شرکت برمیگرده به بیرقدار آکینجی. قبل اینکه بیشتر به این قاتل ترکیه‌ای بپردازیم، خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنی و چنل ما رو سابسکرایب داشته باشی. زنگوله رو فعال کن تا به محض انتشار ویدیو جدید
جدید با خبر بشی. آکینجی یه پهپاد رزمی با قابلیت پرواز تو ارتفاع بسیار بالاست که توسط بایکار ساخته شده و میتونه 24 ساعت پرواز داشته باشه. اولین بار این پهپاد سال 2018 رونمایی شد و 12.5 متر طول و 4.5 تن وزن داره. مجهز به 2 موتور توربو پراپه که ساخت اوکراین و میتونه 1.5 تن انواع مهمات و محموله ها رو حمل کنه. 400 کیلوگرم درون بدنه و 950 کیلوگرم بیرون بدنه. چون وزن بسیار بالایی هم داره، برای اینکه این مشکل رو تا حدودی رفع کنن 2 بال 20 متری براش تدارک دیدن تا بتونه تعادل لازم رو تو اوضاع جوی مختلف داشته باشه. مدیر عامل بایکار اعلام کرده که این شرکت قراره تا 2 سال آینده یک کارخونه تو کیف و یکی هم تو عربستان بزنه و مدل‌های آکینجی TB2 و TB3 رو تولید کنه و مستقیما به ارتش این دو کشور تحویل بده. همکنون تولید داخلی آکینجی 64 فروند در سال اعلام شده. اما 4مین پهپاد این مجموعه به اسم بایراکتار گیزیل الما شناخته میشه. گیزیل الما یه جنگنده بی سرنشین با موتور جت و سرعت بسیار بالاست که 6 تن وزن داره و 1.5 تن میتونه تسلیحات حمل کنه و مجهز به رادار ASA که میتونه با اهداف هوایی هم درگیر بشه. این جنگنده میتونه تا 10,000 متر ارتفاع بگیره و 5 ساعت هم پرواز داشته باشه، اونم با سرعت 900 کیلومتر بر ساعت که بسیار بالاست. حتی سلجوق بیرقدار ادعا کرده این جنگنده بدون سرنشین میتونه از F-35 و سوخو 35 هم عملکرد بهتری داشته باشه. همچنین گزارش ها حاکی از اینه که این پهپاد در 2 نوع مختلف ساخته میشه. نوع اول مخصوص بمباران زمینی و حمل بمب و موشک‌های هوا به زمینه. نوع دوم رادار ASA و سرعت مافوق صوت داره و میتونه موشک‌های هوا به هوا هم شلیک کنه و با بقیه جنگنده ها درگیر بشه. اما اردوغان میتونه با ایران در حوزه پهپادی رقابتی داشته باشه؟ با توجه به تنوع، تعداد، قابلیت، مقرون به صرفه بودن پهپادهای ما، پهپادهای ترکیه حرفی برای گفتن در برابر پهپادهای ما ندارن. با اینکه ایران در این زمینه کاملا تحریم بوده، ولی با موتور و بدنه‌های فلزی مقرون به صرفه شاهکار کرده. در واقع ارتش ایران با سرمایه‌گذاری بسیار کم بازدهی بسیار بالایی گرفته و جزء 5 قدرت برتر پهپادی جهان شده. به این نکته هم توجه داشته باشید که بیشتر قطعاتی که تو آکینجی و پهپادهای بیرقدار ترکیه به کار رفته وارداتی بوده و مونتاژ شده، در حالی که ایران در تحریم کامل به سر برده و با امکانات حداقلی شاهکارهایی مثل شاهد 136 رو ساخته. به هر حال نظر نهایی با شماست. به عقیده شما قدرت برتر پهپادی منطقه ترکیه است یا ایران؟ حتما توی کامنت ها بگو و ویدیو رو لایک کن و چنل جهان فکت رو سابسکرایب داشته باش. زنگوله رو فعال کن تا به محض انتشار ویدیو جدید با خبر بشی.